توی این ویدیو قراره با همدیگه به یادگیری 10 کلمه جدید و مهم در زبان انگلیسی بپردازیم. حالا قبل از اینکه با همدیگه درس رو شروع کنیم میخوام بهتون یک خبر خوب بدم. حالا اون خبر خوب چیه؟ قراره با همدیگه یک دوره 10 روزه 10 کلمه هر شب شروع کنیم که با همدیگه میشه 100 کلمه. پس تا آخر این دوره همراه من باشید و این فرصت رو برای یادگیری کلمات جدید از دست ندید. بریم با همدیگه روز اول شروع کنیم. اولین کلمه‌ای که قرار با همدیگه یاد بگیریم هست جاج. جاج، قضاوت کردن. مثال اولش رو با همدیگه نگاه کنیم. Don't judge people by their appearance. Don't judge people by their appearance. مردم را بر اساس ظاهرشان قضاوت نکن. People، مردم. Appearance، ظاهر. The jury judged him to be guilty. The jury judged him to be guilty. هیئت منصفه او را گناهکار دانست. جوری، هیئت منصفه. پس معنی کلمه جاج شد قضاوت کردن. کلمه دوم که امروز قرار با همدیگه یاد بگیریم هست drag. drag یعنی کشیدن با زور یا سختی. She dragged the heavy suitcase upstairs. She dragged the heavy suitcase upstairs. او چمدان سنگین را به زور از پله‌ها بالا کشید. heavy، سنگین. suitcase، چمدان. به مثال دومش خوب گوش کنید. Don't drag your feet when you walk. Don't drag your feet when you walk. پاهایت را روی زمین نکش وقتی راه میری. feet، پاها. walk، راه رفتن. پس معنی کلمه drag شد کشیدن با زور یا سختی. کلمه سوم که امروز قراره با همدیگه یاد بگیریم هست differ. differ، تفاوت داشتن. Our opinions differ on this issue. Our opinions differ on this issue. نظرات ما در این موضوع با هم تفاوت دارد. Opinions، نظرات. issue، موضوع. به مثال دومش با دقت گوش کنید. People differ in their tastes. People differ in their tastes. مردم در سلیقه‌هایشان با هم متفاوتند. taste، سلیقه. کلمه چهارمی که امروز قراره با همدیگه یاد بگیریم هست clarify. clarify یعنی چی؟ یعنی روشن کردن، توضیح دادن. Can you clarify your point? Can you clarify your point? میتونی منظورتو واضح تر بگی؟ به مثال دومش خوب گوش کنید. He clarified the rules before the game. He clarified the rules before the game. او قوانین را قبل از بازی توضیح داد. rules، قوانین. before، قبل. game هم که یعنی بازی. پس معنی کلمه clarify شد روشن کردن، توضیح دادن. کلمه پنجمی که امروز قراره با هم دیگه یاد بگیریم هست gather.
gather یعنی جمع کردن، گرد آوری کردن. They gathered information for the report. They gathered information for the report. آنها برای گزارش اطلاعات جمع آوری کردند. Information اطلاعات. Report گزارش. به مثال دومش با دقت توجه کنید. A crowd gathered in front of the building. A crowd gathered in front of the building. جمعیتی جلوی ساختمان جمع شد. Crowd جمعیت. In front of جلوی. Building ساختمان. پس معنی کلمه gather شد جمع کردن، گرد آوری کردن. حالا قبل از اینکه با همدیگه بریم ادامه درس رو نگاه کنیم، ازتون ممنون میشم چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و همچنین زنگوله کنار رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. بریم با همدیگه ادامه درس رو نگاه کنیم. کلمه ششم که امروز قراره با همدیگه یاد بگیریم هست involve. involve درگیر شدن، شامل شدن. مثال اولش رو با هم دیگه بخونیم. The project involves a lot of planning. The project involves a lot of planning. این پروژه نیازمند برنامه‌ریزی زیادی است. که منظورمون همینه. این پروژه شامل مقدار زیادی برنامه‌ریزی است. Project پروژه. Planning برنامه‌ریزی. مثال دومش رو با هم دیگه نگاه کنیم. He was involved in the decision-making process. He was involved in the decision-making process. او در روند تصمیم گیری مشارکت داشت. Decision-making process یعنی روند تصمیم گیری. پس معنی کلمه involve شد درگیر کردن، شامل شدن. کلمه هفتمی که امروز قراره با هم دیگه یاد بگیریم هست complement. complement یعنی تعریف کردن، تحسین کردن. به مثال اولش با دقت گوش کنید. She complimented me on my dress. She complimented me on my dress. او از لباس من تعریف کرد. مثال دوم. Giving compliments can make others feel good. Giving compliments can make others feel good. تعریف کردن می تواند حال دیگران را خوب کند. Can make others feel good یعنی میتونه حال دیگران رو خوب کنه. پس معنی کلمه compliment چی شد؟ شد تعریف کردن، تحسین کردن. کلمه هشتمی که امروز قراره با هم دیگه یاد بگیریم هست exchange. exchange یعنی مبادله کردن. به مثال اولش با دقت توجه کنید. We exchanged phone numbers. We exchanged phone numbers. ما شماره تلفن‌هایمان را رد و بدل کردیم. مثال دوم. They exchanged gifts at the party. They exchanged gifts at the party. آنها در مهمانی هدیه ها را با هم عوض کردند، مبادله کردند. Gifts هدیه ها.
پس معنی کلمه exchange شد مبادله کردن. کلمه نهمی که امروز قرار با هم دیگه یاد بگیریم هست acquire. acquire به دست آوردن، فرا گرفتن. He acquired new skills during the training. He acquired new skills during the training. او در طول آموزش مهارت‌های جدیدی کسب کرد. Skills مهارت‌ها. During در طول. Training آموزش. مثال دومش رو با هم دیگه نگاه کنیم. Language is acquired over time. Language is acquired over time. زبان به مرور زمان فرا گرفته می شود. پس معنی کلمه acquire چی شد؟ بله، شد به دست آوردن، فرا گرفتن. آخرین کلمه که امروز قراره با هم دیگه یاد بگیریم هست disturb. disturb مزاحم شدن، برهم زدن. Don't disturb me while I'm studying. Don't disturb me while I'm studying. وقتی دارم درس میخونم مزاحمم نشو. Studying درس خوندن. دومین مثال امروزمون و آخرین مثالمون هست The noise disturbed the whole neighborhood. The noise disturbed the whole neighborhood. سر و صدا کل محله را آزار داد. Neighborhood محله. whole یعنی کل. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این درس براتون مفید بوده باشه. لطفاً فراموش نکنید چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. و همچنین زنگوله کنار رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.